میخوام در مورد نحوه اندازه‌گیری نمونه‌هایی که شما در کارخونه‌تون وجود داره رو با استفاده از نرم افزار مک توضیحاتی بدم. در ابتدا نیازه که اسپکتروفوتومترتون رو به کامپیوتر وصل کنید و سپس از طریق نرم افزار باید به اسپکتروفوتومترتون متصل بشید. دو راه برای این کار وجود داره. روش اول این هستش که تو همون صفحه اولی که در واقع نرم افزار رو باز کردید گزینه کانکت تو نیو اسپکتروفوتومتر رو کلیک کنید و اسپکتروفوتومتر مورد نظرتون در واقع اون چیزی که شما دارید رو از اینجا انتخاب کنید و بعد گزینه اوکی رو بزنید. از دفعه بعد اتفاقی که میفته اینه که چون اسپکتور در واقع تعریف شده این اسپکتروفوتومتر توی نرم افزار، اگر این گزینه باشه هر پروژه‌ای که باز کنید یا یه صفحه جدید رو بخواید باز کنید نرم افزار به صورت اتومات به اسپکتروفوتومترتون وصل میشه. روش دیگه‌ای که وجود داره اینه که از تب‌های بالا تب اسپکتروفوتومتر رو بزنید و بعد گزینه کانکشن رو انتخاب کنید. یک سری آپشن هایی وجود داره که بعضی از این آپشن ها به اسپکتروفوتومتر شما بستگی داره. فرضاً نوع اتصالی که وجود داره، اسپکتروفوتومتر CI6 که برای ایکس رایت هستش با استفاده از USB وصل میشه، ولی اسپکتروفوتومترهای دیگه ممکنه به روش‌های دیگه متصل شن، مثلا با استفاده از پورت کام. و همچنین یک سری آپشن های دیگه که اینجا هستش و به نوع اسپکتروفوتومترتون بستگی داره. اسپکتروفوتومتر CI6 اسپکتروفوتومتری هستش که حالت دیفیوز 8 هست در دو حالت اینکلود و اکسکلودد، و چون ایدئالش این است که هر دو دیتا رو داشته باشین در حالتی که براقیت در نظر گرفته بشه و در حالتی که براقیت در نظر گرفته نشه، حالت مالتی انگل میادش که در دو زاویه هر دو تا رو همزمان اندازه‌گیری میکنه. گزینه دیگه وجود داره اینجا هستش، اینکه شما وقتی که نمونه ای رو میخواید اندازه‌گیری کنید، از چند نقطه نمونه وقتی اندازه‌گیری رو انجام بدید در واقع نرم افزار میاد یک متوسطی از اون نقاط مختلف رو اندازه‌گیری و اونو گزارش میکنه. چه ویژگی داره؟ این ویژگی رو داره که باعث میشه که شما در واقع اگر نمونهتون یک مقداری یک نواخت نباشه، با توجه به اینکه چشم داره متوسط همه نقاط اون نمونهتون رو میبینه، نرم افزار هم یه طوری این حالت رو شبیه سازی کنه و در این حال وقتی شما نمونه‌های اون نقاط مختلف اندازه‌گیری کردید و با یکدیگر مقایسه میکنید، میتونید متوجه شید که نمونه شما یک نواخت هست یا نه. توی این مثال فرضاً میذارم حالت اینکه 4 نقطه رو بیاد اندازه‌گیری کنه. حالا تو پرانتز بگم که شما میتونید تعداد نقاط و موقع اندازه‌گیری هم عوض کنید. یه حالت دیگه از گزینه‌ای که وجود داره این تیک میجر گلاس هستش که وقتی که شما این تیک رو بزنید موقع اندازه‌گیری نرم افزار ازتون میخواد که با دستگاه گلاسیمتر هم بیاید اندازه‌گیری رو انجام بدید و اون مقادیر براقیت هم توی در واقع داده‌های نمونه‌تون یادداشت کنید که بعدا بتونید به اونا برگردید و نتایجش رو نگاه کنید. یا یه حالتی هستش مود در واقع نیمه پشت‌گوشی هست که وقتی این تیک رو بزنید نرم افزار کاری که انجام میده اینه که هم از روی در واقع بک‌گراند سیاه و هم بک‌گراند سفید از شما میخوادش که نمونه رو اندازه‌گیری کنید تا جفت دیتا رو داشته باشه. وقتی اوکی بزنید نرم افزار بررسی میکنه و به اسپکتروفوتومترتون وصل میشه. شما نیاز دارید که اسپکتروفوتومترتون رو کالیبره کنید که از اینجا میتونید با زدن این دکمه کار کالیبراسیون رو انجام بدید که بعدش نرم افزار از شما میخواد یا نرم افزار یا خود اسپکتروفوتومتر از شما میخواد که روی دو تا زمینه در واقع روی کاشی‌های سیاه و کاشی سفید بیایید عملیات کالیبراسیون رو انجام بدید. ولی حالا چون این اسپکتروفوتومتری که من دارم قبلا کالیبره شده نیازی به انجام این کار نیستش. با زدن این دکمه میتونید کار اندازه‌گیری رو انجام بدید. یه صفحه‌ای برای شما باز میشه که شما میاید در واقع تو این صفحه یه اسمی برای نمونهتون انتخاب میکنید. برای مثال من میخوام رال 1000 رو بیام اندازه‌گیری کنم. میبینید اینجا باز دوباره گذاشته که 4 نقطه، شما میتونید عوض کنید بگید چند نقطه رو همزمان بیاد در واقع در حالتهای مختلف بیاد اندازه‌گیریش گفتم. الان من میام این نمونه رالی که دارم در واقع رال GL هستش که این نمونه براق هستش رو میام اندازه‌گیری میکنم. اسپکتروفوتومتر رو این نمونه میذارم. البته باید دکمه میجر رو بزنیم و میزنم. اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری رو انجام میده. ازتون میخواد که بیاید نقطه دوم رو اندازه‌گیری کنید.
می نقطه دوم رو هم اندازه‌گیری میکنید. به همین ترتیب نقطه سوم و نقطه چهارم رو اندازه‌گیریش رو انجام میدید. اینجا میتونید ببینید در واقع اختلاف رنگ نقاط رو نسبت به هم داره میگه. فرضاً این نقطه اختلاف رنگ نقطه اول هست از نقطه دو که برابر 500، یا اختلاف رنگ نقطه سوم از نقطه اول و اختلاف رنگ نقطه چهارم از نقطه اول. به همین ترتیب اختلاف رنگا رو داره بهتون میگه که میبینید تو حالت اینکلودد، حالتی که بر واقعیت در نظر گرفته میشه، اختلاف اونها همشون دیگه حد اکثر مقداری که وجود داره 700 که نشون میده نمونه‌ای که ما داریم، نمونه استانداردی که داریم، این نمونه کاملا یک نواخت هستش. در کنار اون میتونید توی هندسه فرضاً اکسکلودد هم بیاید ببینید، به شما نشون میده اینجا فرضاً اینجا عدد به 900 رسید، بازم نشون میده که تکرارپذیری نمونه‌تون خوب هست. یا میتونید چیزهای دیگه ای هم فرضاً برای مقایسه نمونه ها بیاد ال استار نمونه ها رو ببینید، بهتون نشون میده که این 4 تا نقطه ال استارش به چه صورت هستش. یا حالا بقیه معیارایی که اینجا وجود داره، دلتایی نسبت به نقطه متوسط و بقیه چیزا رو ببینید. همزمان هم میتونید داده ها روی اینکلودد و اکسکلودد رو هم مشاهده کنید که داره بهتون نشون میده. کجا مهم میشه؟ اینجا براتون مهم میشه که وقتی نمونهتون یک نواخت نیست، کاملا میتونید متوجه بشید که کدوم نقطه‌اش در واقع این نایک نواختی رو داره، یا همه نقاط از همدیگه خیلی فاصله دارن، و یا اینکه یک دونه نقطه فقط متفاوت هست از بقیه نقاط، که تو این حالت احتمالش وجود داره که شما موقع اندازه‌گیری دقت لازم نداشتید، فرضاً گوشه نمونه قرار گرفته یه مقدار از خارج نمونه اندازه‌گیری شده، به شما کاملا دید میده که کدوم درسته کدوم اشتباهه، که با 2 بار کلیک کردن میتونید نقطه رو حذف کنید و این متوسطی که گزارش میشه این بالا اینجا دارید مشاهده میکنید در واقع متوسط نقطه 2، 3 و 4 هست میشه. یا دوباره کلیک میکنید و اینجا میاد. یه گزینه اینجا وجود داره سیو دیتا پوینتس هستش. اگر این تیکش باشه، نرم افزار علاوه بر این که این انعکاس متوسط رو میاد ذخیره سازی میکنه، میاد انعکاس در واقع تک تک این نقاط هم ذخیره میکنه. خوبیش اینه که بعداً دوباره میتونید رجوع کنید. اگر نمونه‌های زیادی شما یا اپراتورتون تولید کرده، بعداً دوباره میتونید بیاید رجوع کنید که مطمئن شید نمونهتون یک نواخت بوده یا نه. در نهایت وقتی گزینه سیو دیتا رو میذارم و کلوزو میزنم، اینجا داده انعکاسی من نشون داده میشه که فرضاً تو حالت اینکلودد مقدار لیبیش اینجا مقدار انعکاسش هست و اون 4 تا نقطه که اندازه گرفته من به صورت جداگانه اینجا قرار میگیره. یا میتونید حالت اکسکلوددش هم ببینید و یا در واقع دو تا زاویه رو میتونید در کنار همدیگه هم مشاهده کنید و حتی انعکاس اون دو تا هم در واقع کنار همدیگه مشاهده میکنید که میبینید حالت اینکلودد یعنی حالتی که واقعیت رو در نظر میگیره انعکاس بالاتری داره، چون در واقع رنگ به علاوه بر واقعیت است. یک حالت دیگه ای که وجود داره اینه که گفتم شما میتونید در واقع روی زمینه سیاه و سفید رو برای نمونه هاتون اندازه‌گیریش انجام بدید. برای این کار اینجا کافیه که گزینه ترانسلوسنت مود رو بزنید. میبینید وقتی که تیک نداره اینجا نوشته اوپک، ولی وقتی تیک میخوره با بالای گزینه میجرنس اول اوور وایت، یعنی شما نتیجهش رو اول باید انعکاس روی سفید رو بیاید انجام انعکاسش رو بگیرید. حالا یه اسم میذارم براش، فرضاً نمونه تست اسمش رو میذارم و میگم که 3 تا نقطه رو بیاد اندازه‌گیری بکنه. نمونه‌مو گزینه میجر رو میذارم، اسپکتروم فوتومتر رو روی نمونم در واقع روی زمینه سفیدش رو قرار میدم و اندازه‌گیری ها رو انجام میدم. نقطه اول به همین منوال، نقطه دوم و نقطه سوم رو اندازه‌گیری میکنم. باز اینجا میبینید اختلافات، البته باز نقطه سوم یه مقداری اختلاف داره که نشون میده که در واقع یک نواختی نمونه من شاید خیلی خوب نباشه. البته عدد 3 عدد خوبیه، ولی نسبت به یک نمونه در واقع استاندارد تکرار پذیریش پایین هستش. میبینید نقطه 1 و نقطه 3 با هم دیگه 3 و نقطه 2 نقطه 3 با هم دیگه 25 صدم اختلاف داره. میتونه این دید رو هم برسونه که شاید نقطه 3 رو من درست اندازه‌گیری نکردم که از نقطه 1 و 2 اختلافش خیلی زیادتر هستش، یه مقدار حال زیادتر هستش. در کل برای نمونه‌های نیمه شفاف این اتفاق میتونه بیفته، از این جهت که ضخامت شاید خیلی رعایت نشه. وقتی حتی با به صورت یک نواخت فیلمتون رو میکشید، در نهایت یه مقدار به دلایل مختلف متفاوت بشه.
در مرحله بعد باز دوباره گزینه دکمه اوور بلک رو میزنم. حالا ازتون میخواد که نمونهتون رو در واقع اسپکتروفوتومترتون رو روی زمینه سیاه نمونه قرار بدید و توی مرحله بعد گزینه مژر رو میزنیم و 3 نقطه‌ای که در واقع اینجا هست رو میایم اندازه‌گیریش رو انجام بدیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که باید بدونید اسپکتروفوتومتر رنگ رو اندازه‌گیری نمی‌کنه، منحنی انعکاس طیفی رو اندازه‌گیری می‌کنه که با استفاده از اون شما میتونید رنگ رو محاسبه کنید و در واقع با کالریمتر متفاوت هست. از کالریمتر کارایی بالاتری داره. روی زمینه سیاه میبینید تکرار پذیری نمونه ما پایین تره. فرضاً نقطه 1 و 2 1 و 24 سلام فاصله اختلاف رنگ دارن، یا نقطه 3 و 2 73 سلام با هم اختلاف رنگ دارن که میتونه منطقی باشه، بستگی داره به استاندارد شرکت شما. ولی ویژگی که این روش اندازه‌گیری داره، این ویژگی که مک بر شما قرار داده، اینه که به شما این دید رو میده که نمونه‌ای که تولید کردید درست هستن یا غلطن. یه موقعی شما توی کارخونه‌تون میخواید اختلاف رنگ زیر نیمو به دست بیارید، خب این تکرار پذیری نشون میده که اصلا شاید نتیجه خوبی نباشه. ولی یه موقعی برای شما از لحاظ بصری مهمه که در واقع رنگ‌ها یکسان باشن. چیزی که وجود داره اینه که این سوال پیش میاد کدام از این نقاط درستن. چشم ما چون به صورت کلی کل نمونه رو میگیره نگاه میکنه، بهترین حالت میتونه در واقع متوسط اینها باشه. یعنی این 3 نقطه‌ای که گرفتم متوسطی که اینجا گزارش کرد باشه. بدونید اگر نمونه‌تون نمونه‌ای هستش که یک نواختی بالایی نداره، بهتره که تعداد نقاط رو زیاد کنید تا از نقاط بیشتری نرم افزار متوسط گیری رو انجام بده و موقع اندازه‌گیری هم از تمام نقاط در واقع نهایی نمونه‌تون اندازه‌گیری رو انجام بدید. اینطوری نباشه که فقط بالای نمونه‌تون رو بخواید اندازه‌گیری کنید. در نهایت وقتی سیو دیتا رو میزنید، دوباره چون این تیک وجود داره، نرم افزار تکرارپذیری رو میاد نشون میده. نکته‌ای که وجود داره، حالا من بگم حالت اینکلودد، نرم افزار میاد هم بر روی سفید و هم بر روی سیاه به شما در واقع نمونه ها رو به صورت جداگونه میاد نشون میده و اینجا بک‌گراند رو هم براتون متفاوت قائل میشه تا بتونید در واقع تفکیک کنید این دوتا رو از همدیگه. این توضیحاتی بودش در مورد نحوه اندازه‌گیری نمونه هاتون با استفاده از